سلام دوستا، ویدیوی امروزی ما در مورد یکی از مربیهای موفق رشته کشتی و قهرمان اسبق تیم ملی عبدالله بیگ وزیری است. عبدالله بیگ وزیری تمرینات خود را در سن 15 سالگی در نزد مربی خود حبیب پنشیری و پیش می برد که در زمان حرفه‌ای خود در مسابقات تیم ملی در اوزان مختلف و رده‌های سنی مختلف اشتراک نموده که در اکثریت این مسابقات موفق به کسب مدال شده است. از دستاوردهای خارجی عبدالله بیگ وزیری متراک در مسابقات بین المللی مختلف در کشورهای از قبیل ازبکستان، کره جنوبی، پاکستان و ایران اشاره کرد. اما اکنون استاد عبدالله بیگ وزیری من حیث آمر زون شمال و ترینر باشگاه جوانان پنجشیر مصروف پرورش نسل جوان و خدمت به جامعه ورزشی افغانستان هست که در طی این سالها عبدالله بیگ وزیری توانسته ورزشکاران و کشتیگران زیادی را به تیم ملی معرفی کند. نظرتان را در مورد عبدالله بیگ وزیری و همچنان اسم مربیتان را با افتخار در زیر کامنت ها برای ما شریک بسازید. تشکر.